سلام، اخبار امروز سه‌شنبه 18 اپریل را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می‌کنیم. در ابتدا سرخط چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. مقامات تاجیکستان و ازبکستان قضیه مرگ یک شهروند تاجیکستان در مناقشه در مرز را تحقیق دارند. خویشاوندان قربانی ماتم گرفتند. امروز یگانه پسر سراینده معروف سوریا قاسم و امام علی 16 ساله را در شهر کولاب به خاک سپردند. مقامات روسیه میگویند یک زاده آسیای مرکزی را با اتهام طرحریزی بمبگذاری مرگبار در متروی شهر سنت پتربورگ دستگیر کردند. азимов ро барои бозпурсӣ ба назди муфаттиш бурданд. эҳтимол ба ҳамин зудиҳо ба додгоҳ дархости боздоштӣ ӯ ирсол шавад. ташхиси омилони амали террористӣ давом дорад. تفصیل خبرها. رستم امام علی پسر کلانی رئیس جمهور امام علی رحمان رسما به مقام رئیس مجلس شهری دوشنبه انتخاب شد. وکیلان مجلس شهری روز 18 اپریل ضمن جلسه دهم شورای شهری همچنین قرار درباره تعیین رستم امام علی به مقام رئیس شهر را تصدیق کردند. رستم امام علی را پدرش اول امسال به جای محمد سید عبیدالله‌اف که 10 سالها باز رئیس شهر دوشنبه رئیس پایتخت تاجیکستان بود رئیس شهر تعیین کرد. منتقدان حکومت قراری رئیس جمهور را انتقاد کردند و گفتند که او برای تحکیم قدرتش نزدیکانش را به مقام‌های مهم دولتی تعیین می‌کند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تحقیق مناقشه در مرز را ادامه می‌دهند که در نتیجه آن یک شهروند تاجیکستان کشته شد. روز 15 اپریل در یک منطقه مرزی در ناحیه تورسونزاده بین چوپانان و مرزبانان ازبکستان مناقشه برخاسته است و با گفته مقامات دوشنبه سرحدبانان کشور همسایه به سبب به سوی چوپانان تاجیک تیر انداخته یکی را کشتند و دیگری را زخمی کردند. میرزا نبی خالقزاد امروز به نزد همین خانواده در مرز تاجیکستان رفت. در نیمه دوم امروز به دهه شلوم آمدیم و در اونجا با نزدیکان این دو شهروند تاجیکستان که از طرف سرحدبانان ازبکستان مجروح شدن هم صحبت شدیم. پدری عبدالجبار شایموف در صحبت به ما نقل کرد که این حادثه در 2 کیلومتری از دهه شلوم و در نقطه رخ داده است که به قلمرو تاجیکستان تعلق دارد و مرزبانان ازبکستان یک نفر تا 500 متر واردی قلمرو تاجیکستان شده. در نتیجه یک ماجرا اصلدین شایموف را پران و برادر او روزی شایموف را هم از دست و هم از پایش زخمی کردند. والدان اصلدین گفتند که مرزبانان ازبکستان جسد اصلدین را برنگرداندند. فعلا در حال حاضر مذاکره دو جانبه سرحدبانان دو طرف ادامه دارد. و گزارش کامل از این روستای نزدی مرزی در تورسونزاده را در وبسایت رادیو آزادی آزادی.org به زودی میگذاریم. یکی از خانواده‌های معروف در سراسر تاجیکستان امروز ماتم دارد. روز 17 اپریل امام علی خورشید فرزند سوریا قاسم و آوازخوان تاجیک در سن 16 سالگی درگذشت و او را در زادگاهش در شهر کولاب دفن کردند. با گفته نزدیکانش امام علی نورس از بیماری سرطان خون رنج می‌کشید. همکاران ما در مراسم دفن فرزند سوریا قاسم و شرکت داشتند. امام علی جان خورشید فرزند 16 ساله سوریا قاسم و سراینده مشهور تاجیک شب 17 اپریل فوتید. او نیم سال به گفته نزدیکانش از سرطان خون رنج می‌کشید. روزهای نزدیک باید برای طبابت به خارج کشور برده می‌شد. شب 17 به 18 اپریل دردش یک بار خروج کرده در پژوهشگاه گاستروانترولوژی شهر دوشنبه درگذشته است. همان شب جسد او را به شهر کولاب آوردند. صبح 18 اپریل 10 نفر برای ابراز همدردی در منزل سوریا قاسم در شهر کولاب جمع آمدند. در میان آنها نمایندگان مقامات، آوازخوان‌ها و خبرنگاران هم بودند. امام علی جان خورشید سال 1997 به دنیا آمده پسر یگانه سوریا قاسم بود. فرزانه و امام علی جان خورشید از ازدواج این آوازخوان با خورشید ربیوف به دنیا آمدند که او سال 2013 درگذشته بود. سوریا قاسم و به مناسبت امضای سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین تاجیکستان اسم پسرش را امام علی گذاشت. مراسم نماز جنازه امام علی جان خورشید روز 18 اپریل در مسجد هلال احمر معروف به نام مسجد حاجی میرزا برگزار گردید.
نیروهای امنیتی روسیه نوار بازداشت ابرار عظیموف، یک شهروند 27 ساله این کشور را نمایش دادند که به گفته مقامات به طرحریزی بمبگذاری در متروی شهر سنت پتربورگ متهم می شود. در عموم در رابطه با این عمل تروریستی کمش 9 زاده آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان را هم بازداشت کردند. موضوع را همکارم ساجده میرزا ادامه می دهد. روز 17 اپریل مقامات روسیه یک زاده آسیای مرکزی را با اتهام طرحریزی بمبگذاری مرگبار در متروی شهر سنت پتربورگ بازداشت کردند. در نوار خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا خود FSB بازداشت ابرار عظیموف در ناحیه ادینسوو در منطقه مسکو نمایش داده شد. در این نوار ماموران امنیتی جوان را به زمین خوابانیده نام و نسبش را می‌پرسیدند. За что задержано? Догадываетесь? به دنبال این ماموران امنیتی از بازداشت شده یک تفنگچه و تلفنی همراه پیدا کردند. خبرگزاری های روسی میگویند که ابرار عظیموف 27 ساله است و مقامات تفتیشاتی قصد دارند به زودی برای دریافت امر نگهداری او در بازداشت به دادگاه مراجعت کنند. در ناحیه ادینسووی ولایت مسکو شهروند روسیه ابرار عظیموف соли таваллудаш 1990 дастгир шудааст. бар пояи маълумоти муфаттишон ӯ шарики ҷиноят аст ва нақши ӯ муайян мешавад. аснои боздошт аз ӯ силоҳи оташфишон ва муҳиммот мусодира шуд. азимовро барои бозпурсӣ ба назди муфаттиш бурданд. эҳтимол ба ҳамин зудиҳо ба додгоҳ дархости боздошти ӯ ирсол шавад. ташхиси омилони амали террористӣ давом дорад. خبرگزاری های روسیه با تکیه به مقامات تفتیشاتی نوشتند که گویا ابرار عظیموف بمبگذاری متروی پتربورگ اکبرجان جلیلوف را برای تطبیق این عمل آماده کرده بود. مقامات روسیه جلیلوف را به انفجار بمب خودساخت در داخل متروی سنت پتربورگ متهم می‌کنند. 3 اپریل بر اثر ترکش در متروی پتربورگ 15 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. تاکنون به گفته مقامات نظامی روسیه در رابطه با بمبگذاری مرگبار در شهر سنت پتربورگ 9 نفر و اکثرا زادگان آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان بازداشت شده است. اکبرجان جلیلوف زاده قرقیزستان بوده سال 2011 شهروندی روسیه را دریافت کرده است. برنامه را با اخبار بین المللی ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک صحبت تلفنی رجب طیب اردوغان همتای ترکش را با پیروزی در رایپرسی درباره اصلاح قانون اساسی تبریک گفته است. در این باره کاخ سفید روز 17 اپریل خبر داد. تبریک دونالد ترامپ در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا و ناظران بین المللی از قانون شکنی ها در رایپرسی که راه اردوغان برای ماندن در قدرت را هموارتر کرد اظهار نگرانی کردند. این زمان مقامات گفتند که وضع فوق‌العاده در ترکیه را تمدید می کنند. معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که در این کشور از چهارشنبه 19 اپریل وضع فوق‌العاده به مدت 3 ماه تمدید می یابد. شورای امنیت ملی به حکومت مشورت داد که در زیر مسئولیتش وضع فوق‌العاده را ادامه دهد. مشورت شورا در جلسه حکومت بحث شد. متن تمدید وضع فوق‌العاده برای 3 ماه را که از 19 اپریل شروع می شود حکومت به امضا رسانیده به پارلمان ترکیه پیشنهاد کرد. وضع فوق‌العاده در ماه ایول سال 2016 بعد از تبدلات ناکام دولتی در ترکیه جاری شده، سپس در ماه اکتبر بار اول تمدید یافته بود. این وضع به حکومت امکان می‌دهد بر پایه ضرورت آزادی‌ها و حقوق مردم را محدود یا متوقف کند. روز 16 اپریل در نظرخواهی عمومی مردمی 51.5% رای دهندگان ترکیه با تغییر سرقانون رضایت داده پرزیدنت این کشور رجب طیب اردوغان را از صلاحیت‌های زیاد بهره مند کردند. مخالفین شمارش دوباره آوازها را تقاضا کرده اصرار دارند که در رایدهی تقلب جای داشت. شام دوشنبه صدها نفر به کوچه‌های استانبول و دیگر شهرهای ترکیه برآمده نتیجه‌های رفراندوم را محکوم کردند. در محله بشکتاش استانبول اعتراضگران اصرار می‌ورزیدند که مبارزه پایان نیافته است. با فکرم در رایدهی خلافکاری و تقلب زیاد جای داشت. ما خبر بسیار شنیدیم. من از رای خود دفاع میکنم. ما نتیجه هر را دستگیری نمیکنیم زیرا نتیجه آوازدهی نمیباشد. Evet, kabul etmiyoruz çünkü hayır çıktı. Böyle düşünüyoruz.
من نمیخواهم که پارلمان پراکنده شود. من میخواهم پارلمانی 100% از سوی مردم انتخاب شده فعال باشد. من مخالف حکم خودکامه و دیکتاتور هستم. به قول کارشناسان رفرندوم جدایی میان طبقه میانه حالی که آینده خود را در اروپا می‌بیند و کشاورزان کم بضاعت دهات را که پایگاه پرزیدنت اردوغان میباشد آشکار کرد. و بعد از رایپرسی در ترکیه خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه سیف سفر در برای این کارزار سیاسی با سفیر ترکیه در تاجیکستان صحبت داشت. خبرنگاری رادیو آزادی از جناب رفعت علی کوکسل از جمله خواست درباره آوازهای همکاری ترکیه با گروهی به نام دولت اسلامی توضیح بدهد. Vallahi Türkiye'nin bu geçişlerden ne şekilde menfaati olabileceğini ترکیه از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه یکی از هدفهای اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در این جاده ارزشی گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری مینماید. خنده آور است. bir iddia ortaya atıldı. Biz bu iddiaya sadece güldük. چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه مراجعت نامه یعنی درخواست ارسال کرد و از مقامات ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان یعنی استرداد کند، ولی جانب ترکیه به این نامه ها یعنی پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه‌های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟ Öncelikle iki ülkenin de güvenlik alanında قبل از همه آن را بیان کردنی هستم که هر دو جانب به روابط ساحه امنیت دقت مخصوص ظاهر می‌نماید. و گفتگوی کامل با سفیر ترکیه در دوشنبه در وبسایت azadi.org هست. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه پرتاب بمب عظیم در ولایت ننگرهار افغانستان در برابر ادعاها تندرو فرمانده جنگجویان تاجیک در گروه دولت اسلامی هم کشته شده است. منابع انتظامی روز 17 اپریل به رادیو آزادی گفتند شیر محمد سفروف که او را زیر دستانش شیری از غلام نامی بردند در نتیجه پرتاب بمب چند تانه‌ای که امریکا بار اول در افغانستان روز 13 اپریل استفاده کرد همراه 11 تاجیک دیگر کشته شده است. این خبر را از منابع دیگر تایید نکردند، ولی خویشاوندانش و رادیو آزادی گفتند که مقامات به آنها عکس جسد شیر محمد سفروف را برای شناسایی نشان دادند. شیر محمد سفروف در زمان جنگ شهروندی در صف نیروهای مسلح اتحاد مخالفین جنگیده، ولی بعد از سازش صلح در وزارت دفاع تاجیکستان کار کرده است. مقامات پاکستان گفتند یک دختری را دستگیر کردند که میخواست خود را در بین نصرانیان بترکاند و 10 نفر را بکشد. با گفته مقامات پاکستان این دختر چند روز از خانهشان غیب زده است و بعد از تحقیق صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی معلوم کردند که او یک سرباز گروه دولت اسلامی شده است. عبدالله شروف گزارش می‌دهد. نظامیان پاکستان در یک نشست خبری گفتند یک بمبگذاری مردطلب از گروه دولت اسلامی را دستگیر کردند که میخواست در روزهای عید فسحا نصرانیان را هدف بگیرد. در این نشست روز 17 اپریل گفتند که نورین لوگری دانشجوی مکتب طبی از شهر حیدرآباد به لاهور آمده است تا کلیسای نصرانیان را بترکاند. مقامات ثبت بیانات دختر را هم نشان دادند که میگفت با 2 مرد دیگر همکاری داشت. گروه دولت اسلامی روز 1 اپریل به ما 2 کمربند ترکنده، 4 نارنجک و چند تیر داد. کمربندها را باید در یک کلیسای در روز عید فسحا استفاده میکردیم و من باید مرگ طلب میشدم. اما پیش از اجرای آن شب 14 اپریل ما در خانه به دست نیروهای امنیتی افتادیم. آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان همچنین ویدیوها از عملیات به ضد جهادیان را نمایش داد که ماه فوریه با حمله و بمبگذاری در پاکستان از جمله در یک معبد صوفیان 10 نفر را کشتند. و شنونده ارجمند اینجا اخبار امروزه به پایان رسید. اخبار بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org پیدا کنید. در فیسبوک با نام رادیو آزادی صفحه داریم. در ادناکلاسنیکی هم با عین نام رادیو آزادی ما را پیدا میکنید. ممنون که با ما بودید. خدا نگهبان.